سلام به دوستان عزیزم. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ ممنون از این که حالا احوالمو میپرسین و من براتون مهمم. شما هم برای من خیلی مهم هستید و میخوام که هم جسمتون هم روحتون در سلامت کامل باشه. خب عزیزای دلم، اگه به پرونده‌های جنایی علاقه دارید، بند جنایی رو یادتون نره. تصویری خیلی پرونده‌اش باحاله و اینکه اگه به دانستنی‌های عجیب و غریبم علاقه مند هستید، کانال چیز دینی رو از دست ندید. خیلی خوب و تصویریه. خب بریم سراغ داستان امروزمون. خیلی شیرین و جذابه و واقعا پر از چالشه. یه دمنوشم آماده کردم که توصیه مامانمه. گل گاو زبون، آویشن و گل بابونه. هم بهت آرامش میده، همین که سلامتی تو تضمین میکنه. بفرمایید شما. اون روز وقتی از خونه میزدم بیرون، هوا یه جور دلگیری ابری بود. حدس میزدم قراره حسابی بدبختی بکشم و واقعا هم کشیدم. پام به سر کار باز نشد. حسابکارم شروع کرد به سر و صدا کردن و میگفت بعضی از حساب کتاباش به مشکل برخورده و از طرف دیگه باید حقوق بقیه کارمندا رو حساب میکردم. بیمه رو رد میکردم و کلی کار دیگه که از گفتنشونم حسابی خسته میشدم. گفتم باشه، سعی میکنم تا چند روز دیگه به همشون برسم. ولی گفتن این حرف همانه و مصیبتی که بعدش تو سرم فرود اومد همانا. تا آخر شب توی شرکت موندم و بعد برگشتم خونه. گوشیم همچنان خاموش بود و از صبح که از خونه زده بودم بیرون روشنش نکرده بودم. وقتی که دکمه آنش رو زدم، یه عالمه پیام و تماسای بی پاسخ روی سرم هوار شد که همه از طرف بابا، مامان و دوست و آشناها بود. ترسیدم. شماره آخرین کسی که با هم تماس گرفته بود و گرفتم. مادرم. هرچی بو خورد جواب نداد. همین که خواستم قطع کنم و شماره پدرم رو بگیرم، مادرم جواب داد و گفت نیما مادر جان کجایی تو صبح تا حالا؟ گفتم کجا میخوام باشم؟ سر کار بودم دیگه. چی شده همه پشت هم به من زنگ زدن؟ مامان که صداش خشداش گفت سریعتر برگرد خونه که خاک به سرمون شد. نگران شدم. پرسیدم خب مادر من بگو چی شده؟ منو دق دادی. گفت عمو بزرگت حمید از دنیا رفت مادر. بیا خونه داریم برمیگردیم ایران. گوشی از دستم سر خورد. نفسم بالا نمی اومد. گفتم یعنی چی؟ اون که تا دیروز حالش خوب بود. مامان که معلوم بود هی داره این ور اون ور میدوه. گفت دکترها خیلی وقت بود جوابش کرده بودن، ولی بازم وضعیتش ثابت بود. امروز مادر انیسا زنمو زنگ زد گفت که تموم کرده. بعدش هم ادامه داد بابات حالش خوب نیست. سریعتر خودتو برسون. کجایی الان؟ گفتم تو راه هم الان میرسم به خونه. که گفت پس تا تو برسی من چمدون تو جمع میکنم که حرکت کنیم. باشه رو که دادم. تماسو قطع کردم. قلبم محکم میزد. دل نگران بودم برای خانواده‌ای که قرار بود حسابی به هم بریزه. اما بزرگم درست زمانی از دنیا رفت که پدر بزرگم زنده بود. مطمئن بودم بعد از تراژدی که از خودش به جا گذاشته، اونم با این رفتن زود هنگامش، قرار بود توی کل خانواده اتفاقات بزرگی بیفته. اشکم بی محابا سرازیر شد، درست مثل قطره‌های بارون که میریختن روی شیشه ماشین. خونه که رسیدم سریع پیاده شدم و رفتم داخل خونه که دیدم پدر و مادر دارن از این ور به اون ور میدوئن و وسایلشون رو جمع میکنن. تا چشم خورد به بابا که صورتش از گریه سرخ شده بود، دلم شرح شد. مامان صدام زد و گفت بیا چک کنم ببینم چیزی رو جا نذاشته باشم. سریع عوض کردم و حتی دوشم نگرفتم، چون بابا لحظه آخر بلیط تهیه کرده بود و اگه از دستش میدادی معلوم نبود دوباره کی بلیط گیرمون بیاد و همین مشکل ساز میشد. به مادرم گفتم همه چیز خوبه و جز چند تا وسیله مورد نیازم چیز دیگه ای به چمدونم اضافه نکردم و بعد سریع رفتیم فرودگاه تا حرکت کنیم. از شانس ما یه مشکل فنی پیش اومد و پرواز چند ساعتی عقب افتاد. بابا رو پاش بند نبود. هی چپ میرفت راست میرفت و دستاشو میذاشت روی سرش. خلاصه که تا ما سوار هواپیما بشیم نمیدونست چی کار کنه. وقتی رسیدیم به خاک ایران نفس عمیقی کشیدم. من ایرانو بیشتر از هر کشور دیگه‌ای دوست داشتم و دارم. حتی با این که رفته بودم و سالها توی انگلیس زندگی میکردم بازم نمیتونستم ازش دل بکنم. عمو کوچیکم اومد دنبالمون و ما رو برد تا خونه عمو حمیدم.
تو راه بابا بهش گفت خونه حمید چه خبره و عمو محمد گفت میخوای چطور باشه؟ همه چی به هم ریخته است. زنش حنا داره دق میکنه. دخترش انیسا از صبح تا الان چند بار رفته بیمارستان. والا من موندم به اونا برسم یا به کارای مراسم. منتظر بودم تو بیای ببینی چی کار باید بکنیم. پدر و مادرم که نگم برات پشت سر هم گریه میکنن، میزنن تو سر خودشون. واسه خودم هم که نتونست ادامه بده. اسم انیسا که اومد قلبم لرزید. تنها کسی که الان واقعا دلم میخواست برم ببینمش و از احوالش مطمئن بشم انیسا بود. تا رسیدیم خونه عمو حمید خدا بیامرز همه‌ای رسید به گوشم. همه جیغ و داد میکردن، خودشونو میزدن. دم در شلوغ بود، هر کی میخواست میرفت میومد. چمدونم دستم بود و رفتیم داخل. هر کی ما رو میدید سری میومد و تسلیت میگفت. چشم دنبال انیسا میگذشت تا اینکه اونو داخل خونه کنار زنم و عمه هم دیدم. داشتم بهش آبقند میدادن. خواستم برم جلو که صدرا پسرم اومد جلو تا سلام علیک کنه. نتونستم بپیچونمش و تا به خودم اومدم دیدم منو برد داخل یکی از اتاقای بزرگ طبقه دوم که برای مهمونا بود. گفتم فردا به خاک میسپارینش. صدرا سری تکون داد و گفت آره داداش. اون نشست ولی من نتونستم آروم بگیرم و گفتم بیا بریم پایین، الان حتما کلی کار دارن. صدرا که حوصله نداشت و میدونستم عقل و شعورش به این چیزا نمیرسه لم داد و گفت از صبح تا حالا مثل چی کار کردم، دلم میخواد یه خورده استراحت کنم. ول کن بابا. محلش ندادم و رفتم طبقه پایین. بابا چمدونشو همونطور دم در ول کرده بود و داشت با گریه عمه های بی‌طاقتم و دلداری میداد. چشم که چرخید روی آنیسا نتونستم دیگه کنترلش کنم. اونم یه لحظه نگاه چرخید سمت منو، دیگه نتونست ازم جداش کنه. پامو حرکت دادم برم سمتش، اما میدونستم انگشت نمای بقیه میشیم و حرف در میارن. همونجا موندم و فقط از راه دور دل سپردم به دختری که 2 سالی بود ندیده بودمش. چند روز بعد از مراسم خونه عمو حمید کم کم خلوت شده بود. هنوز بوی قهوه تلخ و شمعی که توی اون چند روز میسوختن توی هوا میپیچید. هممون خسته بودیم. من از همون روز اول تا ته مراسم کنار عمو محمد و بابا بودم. هر کاری میگفتن انجام میدادم. از آوردن صندلی گرفته تا بردن مهمونا و مرتب کردن وسایل، هیچ کدوم نه فرصت درست استراحت داشتیم نه حالشو. فقط کار بود و بغضه نیمه نصفه‌ای که بینمون رد و بدل میشد. اون شب فامیلامون جمع شده بودن خونه پسرعمه بابام. صداهاشون میپیچید توی فضا. هر کسی یه جوری غم زده بود، ولی چون چند روز از خاک سپاری گذشته بود بیشتر توی حالت خستگی و بیحالی فرو رفته بودن. میونشون نشسته بودم و گهگاهی سرمو میچرخوندم سمت در تا ببینم آنیسا و مادرش اومدن یا نه. هنوز نرسیده بودن و همین باعث میشد دلنگرونیام بیشتر بشه. تو این چند روز فقط 1-2 بار تونسته بودم با آنیسا چند جمله حرف بزنم. حالش خوب نبود، اصلا خوب نبود. بابا کمی اون طرفتر نشسته بود و چایی میخورد، اما حسن و عمه فهیمه داشتن با صدای آروم حرف میزدن. صداشون اونقدر پایین بود که انگار نمیخواستن کسی بفهمه دارن درباره چی صحبت میکنن. اما بعد چند دقیقه صدا بالا رفت، نه داد و بیداد، ولی اونقدری که بقیه متوجه بشن موضوع جدیه. عمه فهیمه گفت خدا برادرمونو بیامرزه، ولی این دختره تکلیفش چیه؟ بالاخره که باید تکلیفش روشن بشه. اما حسن آروم گفت روشنه دیگه، وقتی بچه خود حمید نیست احسی هم بهش نمیرسه. ما که نمیتونیم مال پدرمونو بدیم به کسی که اصلا از ما نیست. بعدشم برادرمون زودتر از پدرمون از دنیا رفت. چرسی؟ چند ثانیه طول کشید بفهمم چی شنیدم. سرم آوردم جلو، زل زدم بهشون، گفتم چی میگی؟ یعنی چی که آنیسا بچه خودشون نبود؟ عمه فهیمه انگار از این که من شنیده باشم تعجب نکرده. راحت و سرد گفت نیما جان تو که دیگه بچه نیستی، خودت میدونی اما حمیدت چقدر مریض بود، از نظر ذهنی دچار مشکل بود و دلیل رفتنش هم این بود که نمیتونست روی پاهاش وایسه و راه بره و خورد زمین و ضربه‌ای که به سرش خورد باعث شد بره توی کما. برای همینم چیزی از بچه دار شدن نمیدونست. آخرش هم ما خودمون رفتیم از بهزیستی دختر پرداشتیم آوردیم دادیم دست حنا. حالا که حمید نیست تکلیف باید مشخص بشه. آنیسا حق بردن ارث نداره. دستم مش شد و نمیخواستم با صدای بلند حرف بزنم، اما نتونستم. گفتم شما دارین درباره یه آدم حرف میزنین، یه دختر، بعدش هم شما چه کاره این درباره این چیزو تصمیم بگیرین؟ اما حسن گفت دختر محترمه
بزرگ شده، ما هم همیشه دوستش داشتیم، ولی ارث مال ماست، به غریبه نمیرسه مگه اینکه من از این دنیا رفته باشم. صدای خنده تلخی که از گلوم در اومد دست خودم نبود. گفتم غریبه؟ شما دارین درباره بچه کسی حرف میزنین که تازه خاک شده؟ این انصافه؟ تازه الان وقت این حرفاست؟ عمه فهیمه گفت بحث احساس نیست پسرم، قانونیه، باید روشن بشه. گفتم اتفاقا احساسه، فقط احساسه، چون اگه قانون بود شما این حرفا رو توی خفا نمیزدین. الانم دارین قبل از اینکه حنا و آنیسا برسن حرفا رو جمع میکنید که مبادا بشنون. هیچ کس جواب نداد. نگاه ها سرد شد، فضا سنگین تر شد، انگار همه میخواستن بحثو بخوابونن، ولی من نمیگذشتم از این بحث. گفتم حداقل بذارین چند روز بگذره بعد بشینین راجع بهش صحبت کنین. از خودتون و برادرتون خجالت نمیکشین؟ اما حسن گفت ما بیرحم نیستیم، داریم حق خودمونو میگیریم. همین لحظه صدای در بلند شد. همه برگشتن سمت ورودی. صدای کفش روی موزاییک اومد. قلبم تا گلوم بالا اومد. حسم بهم میگفت همین الان قراره همه چیز خراب بشه. در باز شد و آنیسا وارد شد. صورتش گرفته بود، خسته، بیرمق. سنمو و حنا پشت سرش وارد شد. آنیسا داشت سلام میداد که یهو صداش قطع شد. نگاش افتاد روی جمع، روی چهره‌های نگران، روی سکوتی که یهو سنگین شده بود. گفت چی شده؟ چرا اینجوری نگاه میکنید؟ کسی جواب نداد. عمه فهیمه زمزمه کرد و گفت هیچی مادر جان. اما آنیسا نذاشت حرف تموم بشه. گفت نه یه چیزی هست. چی بوده؟ حنا که داشت لباسشو مرتب میکرد متوجه نگاه ها شد. پرسید اتفاقی افتاده؟ حواسم به چشمای آنیسا بود. اما حسن همون لحظه اشتباه کرد. شاید فکر کرد محکم بودن بهتره. شاید فکر کرد گفتنش ساده است. گفت حالا که خودت داری میگی بهتره بدونی دختر گلم. آنیسا گفت چیو؟ رنگ از روی حنا پرید و خواست چیزی بگه که عمو گفت که پدر واقعیت نبود دخترم. الانم داشتیم راجع به تقسیم ارث حرف میزدیم. صدای افتادن لیوان و خورد شدنش از دست کسی اومد. آنیسا خفیف تکون خورد، لرزید، نگاهش رو از عمو حسن گرفت، برد سمت مادرش. گفت مامان. حنا حتی نمیتونست تکون بخوره. آنیسا دوباره گفت مامان یعنی چی؟ صدا توی گلوی حنا شکست. نتونست، هیچی نگفت. همین کافی بود. من یه قدم رفتم جلو و گفتم آنیسا، ولی اون عقب رفت. یه قدم، بعد یکی دیگه، بعد یه دفعه چرخید سمت در. هیچ کس نمیتونست جلوشو بگیره. نه داد زد نه گریه کرد، فقط دوید. من بدون فکر دویدم دنبالش. صدای چند نفر اومد که میگفتم وایسا صبر کن، اما من نمیتونستم. باید بهش میرسیدم. داد زدم آنیسا صبر کن، وایسا. ولی حتی به عقبم نگاه نمی کرد. از حیاط زد بیرون، از کوچه رفت پایین. نفسم به شماره افتاده بود، اما اون بیشتر می دوید. گفتم لطفاً وایسا فقط حرف بزنیم، اما نذاشت. حتی یه لحظه هم نذاشت. تا آخر کوچه دوید، بعد پیچید و من با تمام قدرتی که داشتم بازم نمیتونستم بهش برسم. فقط اسمشو صدا می زدم و می دیدم که هر قدم بیشتر از من دور میشه. وقتی دیدم هرچی می دوام فایده نداره، همونجا وسط کوچه وایسادم. از شدت دویدن نفسم بالا نمی اومد، ولی بیشتر از اون از چیزی که اتفاق افتاده بود گیج بودم. نمیدونستم باید چی کار کنم، نمیدونستم کجا ممکنه بره. فقط به راهی که پیچیده بود خیره مونده بودم و سعی میکردم حدس بزنم به کدوم سمت میتونه بره، اما هیچ ایده ای نداشتم. آخرش ناچار شدم برگردم با همون قدمای سنگین، همونطور که توی ذهنم صداها تکرار میشدن. وقتی برگشتم داخل خونه صداها قاطی شده بود. حنا وسط سالن ایستاده بود و چند نفر دورش بودن. صورتش سرخ شده بود و دستش میلرزید. داشت با عمه ها و عموها بحث میکرد و صدای گرفتش میلرزید. تا من رفتم نزدیک حرفشو واضح تر شنیدم. میگفت چرا همچین چیزی و جلوی بچم گفتین؟ چرا صبر نکردین داغ پدرش از سرش بپره و بعد همچین بحثی و وسط بکشین؟ چرا گذاشتین بشنوه؟ همشون سکوت کرده بودن، حتی اونایی که چند دقیقه پیش با اعتماد به نفس نشسته بودن و درباره ارث و میراث صحبت میکردن. یکی گفت خب دیر یا زود باید میفهمید دیگه. یکی دیگه آروم گفت ما که نمیخواستیم اینجوری بشه. ولی هیچ کدوم حرفشون ارزش نداشت. همگی مقصر بودن، همشون. گوشه سالن ایستادم و فقط نگاه میکردم. حنا اشک میریخت. دستش رو روی پیشونیش گذاشته بود و هی میگفت من چی بهش بگم حالا؟ جواب این همه سال دروغو چطور بدم؟ اصلا چی میشه بگم؟ کی از پس این ضربه برمیاد؟ صدای قشقونه رو پر کرده بود.
هیچ کس جرأت نزدیک شدن نداشت. فقط عمه نسرین رفت جلو و دستشو گذاشت روی شونش، اما اونو پس زد و گفت فقط یکی بگه اون دختر کجاست، اما کسی نمیدونست. شب اول گذشت، از آنیسا هیچ خبری نشد. همه توی گروه‌های مختلف فامیل می‌نوشتن کسی آنیسا رو دیده یا کسی ازش خبر داره. زنگ می‌زدیم جواب نمیداد و پیامایی که بهش میدادیم سین نمیشد. بابای منم هی میرفت و میومد و فقط حسرت میکشید. اما هم چند بار رفتن کوچه به کوچه گشتن، ولی کاری از دست کسی بر نمی اومد. کسی واقعا نمیتونست و درک نمیکرد ببینه توی چه حال و هوایی از خونه زده بیرون و الان کجاست. شب دوم بدتر بود و همه ترسیده بودن. حنا دیگه حرف نمیزد، حتی گریه هم نمیکرد. فقط یه گوشه میشست و به دیوار خیره میشد. عمه هایی میگفتن حالش بده و یکی حتما باید کنارش باشه. هیچ کس نمیتونست آرومش کنه. منم فقط میچرخیدم و هی زنگ میزدم، اما هیچی به هیچی. صبح روز سوم تصمیم گرفتم برم سراغ زهرا، دختر خاله آنیسا. تنها کسی که مطمئن بودم اگه خبری باشه اون میدونه. تازه ازدواج کرده بود و ارتباطش با آنیسا خیلی خوب بود، مثل دوتا خواهر بودن. وقتی رفتم زنگ زدم شوهرش درو باز کرد. تعجب کرد که من اونجا. گفت زهرا تازه بیدار شده. صدام کرد بیا داخل و منم وارد شدم. زهرا با چشای نیمه باز اومد بیرون و تا منو دید فهمید که واسه چی اومدم. گفتم خبری از آنیسا داری؟ زهرا نشست روی مبل و انگشتشو به هم گره زد. گفت اگه داشتم بهت میگفتم. دیشبم زنگ زدم جواب نداد. پیام دادم ولی نخوند. باور کن اگه میدونستم الان کجاست یا پیش کی میره بهتون میگفتم. خودش که همیشه وقتی حالش بد میشه میاد پیش من، ولی این بار حتی یه نشونه هم نداد. گفتم مطمئنی با تماس نگرفته؟ شاید چیزی گفته باشه. گفت نه منم نگرانم، ولی قسم میخورم اگه خبر داشتم نمیذاشتم این نگرانی بشینه روی دل شما. من گفتم گوشیش روشنه، یعنی جایی رفته که آنتن داره، هنوز توی شهره. زهرا فقط سرشو تکون داد و گفت امیدوارم پیداش کنی، چون الان هیچی بدتر از این نیست که با اون حالت بغض کرده از خونه زده بیرون. وقتی دیدم زهرا هم این بار خبری نداره از خونشون اومدم بیرون. هر راهی رو میرفتم به بنبست میرسیدم. تمام روز منتظر بودم. حتی به جایی فکر کردم که احتمال میدادم میتونه بره رفتم، ولی هیچ جا نبود. وقتی روز 4 رسید پدرم ناچار شد بگه بلیت برگشت به انگلیس رو داریم. اگه نمیرفتیم پولش کامل میسوخت و مشکل این بود که بلیت‌ها برای 3 نفر بود و قابل تغییر نبود. بابا گفت نمیتونه بیشتر از این مرخصی بگیره و من تازه یادم اومد که خودمم بدون مرخصی کارو ول کردم و برگشتم ایران. با این حال گفتم من نمیام و میمونم، ولی مامان گفت نمیشه، بابات مشکل کاری پیدا میکنه، تو خودت هم 1000 بدبختی داری. این همه روز گشتیم، نمیشه که این همه آدم به خاطر اون دختر از کار بیکار بشن. اصرار کردم و گفتم من میمونم، شما برین. ولی پدرم هم مثل من کوتاه نیومد و گفت بالا برم پایین برم باید همراهشون برگردم و منم نتونستم بیشتر از این مقاومت کنم. ساعت پرواز نزدیک میشد و من هنوز انگار باور نکرده بودم داریم میریم. هر چند دقیقه یه بار سفر رو روشن میکردم ببینم پیامی، تماسی، چیزی، ولی نبود. هیچ خبری ازش نبود. 2-3 روز از وقتی که برگشته بودیم انگلیس گذشته بود و دل من مثل سیر و سرکه می جوشید. به سختی تونستم جلوی اخراج شدنم و بگیرم و برگردم سر کار. یکی از همون روزا بود که صبح زود گوشی بابا زنگ خورد. از لحن صدای بابا فهمیدم که موضوع مهمیه. چند دقیقه بعد اومد طرف من، گفت خبر اومده که آنیسا پیدا شده. من همون لحظه قلبم ایستاد. سری پرسیدم کجاست؟ حالش خوبه؟ بابا گفت خوبه. فهمیدن تمام این مدت خونه یکی از دوستاش بوده. نمیدونستن کدوم دوست، ولی دختر بوده و سالم و اصلا بیرون از شهر نرفته. حسابی از دست آنیسا شاکی شدم، از این که همه اون روزا نگران بودیم و اون حتی یه پیامم نداد. 2 ساعت بعدش سرم بین دستام بود و داشتم یه تصمیمی رو میگرفتم. تصمیم گرفتم به مامان و بابا سر میز صبحونه بگم که میخوام دوباره برگردم ایران، ولی اونا هر دو با تعجب نگام کردن. مامان گفت چند روز درست نخوابیدی، بذار حالا یکم زمان بگذره بعد برگرد. ما تازه برگشتیم. حتی بابا هم گفت نیما این کارو نکن.
نمیتونی هر مشکلی که پیش میاد همین جوری راحت برگردی ایران. درست نیست. هم از نظر مالی، هم از نظر کار، هم از نظر برنامه‌ریزی و هزار چیز دیگه. گفت الان اصلاً وقتش نیست. گفتم وقتش اتفاقا همین الانه. من نمیتونم اینجوری بذارمش و اینجا زندگیمو بکنم. نمیتونم یه جایی از دنیا بشینم و ندونم الان چی داره میکشه یا چی تو سرشه یا چی بهش گذشته. هرچی گفتن گوش نکردم. آخرش بابا گفت خودت میدونی، فقط حواست باشه اشتباه نکنی. فرداش پرواز گرفتم. تنها رفتم طرف ایران. توی هواپیما فقط به چهره آنیسا فکر میکردم. وقتی رسیدم ایران مستقیم تاکسی گرفتم سمت خونشون. تو راهی به خیابونا نگاه میکردم. تاکسی که به محلشون نزدیک شد به راننده گفتم نگه داره. گفتم میخوام پیاده برم. نمیدونم چرا ولی حس کردم باید کمی راه برم تا افکارم آرومتر بشه. چند قدمی بیشتر نرفته بودم که چشم افتاد به 2 نفر سمت راست خیابون. اول اهمیتی ندادم ولی بعد دوباره نگاه کردم. اون بود آنیسا با یه پسر. داشتن کنار هم راه میرفتن. یه چیزی توی گلوم گیر کرد. نمیتونستم جلو برم، نمیتونستم عقب. فقط وایسادم و نگاه کردم. پسره یه چیز گفت و آنیسا هم خندید. همون لحظه زانوام سوس شد. تموم اون نگرانی ها، تموم اون دویدن ها، تموم اون شبایی که تو صبح بیدار مونده بودم بلافاصله تبدیل شد به یه حس سنگین، یه حس پوچی و دل شکستگی خیلی زیاد. به خودم اومدم و تند رفتم سمت خونشون. وقتی رسیدم زنم و حنا در رو باز کرد. تا منو دید چشاش پر از اشک شد. گفت اینجا چی کار میکنی نیما جان؟ بی مقدمه گفتم آنیسا رو دیدم با یه پسر. رنگش پرید. دستشو گرفت روی قلبشو گفت منم تازه فهمیدم. به خاک حمید نمیدونی چه جوری شدم. نمیدونی چقدر ترسیدم از وقتی فهمیدم. اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم. نمیدونم چی تو سرشه. انگار یه دفعه از یه دختر آروم تبدیل شده به یکی که عقل از سرش پریده. نمیدونم. یه دفعه همه چی عوض شده. زنم و حنا چند بار قدم زد و گفت نمیدونم تو چرا اینجا برگشتی ولی بهتره اول با خودش حرف بزنی. شاید به تو توضیح بده. به من که چیزی نمیگه. شاید اصلا چیزی نیست. نمیخوام زود قضاوت کنم ولی این رفتاری که این چند روز داشته اصلا طبیعی نیست. من پشت در اتاقش نشستم و منتظر موندم. هر صدایی که از کوچه می اومد فکر میکردم خودشه. تا اینکه عصر در باز شد. صدای قدماشو شناختم. وقتی منو دید مکث کرد. چشاش یه لحظه از تعجب باز شد. انتظار نداشت منو ببینه. من بلند شدم و گفتم کجا بودی آنیسا؟ چرا جواب نمیدادی؟ اون بدون اینکه صورتش رو به سمت من بچرخونه گفت خستم. بعدش به سمت اتاقش راه افتاد. گفتم با کی بودی؟ اون پسره کی بود؟ ایستاد ولی بر نگشت. گفت این به تو ربطی نداره. رفتم طرفش و گفتم من چند روزه دارم دق میکنم. من توی کوچه ها دنبال دویدم. من به 1000 نفر زنگ زدم. من اونی بودم که این همه کارو کرد. اون وقت میگی به تو ربطی نداره؟ تو حتی یه پیامم ندادی. بعد میبینم با یه پسری همین جوری خیلی راحت. برگشت و نگام کرد. نگاش سرد بود. گفت تو حق نداری ازم بازجویی کنی. من هیچ قولی بهت ندادم. هیچ تعهدی ندارم. هر کاری بخوام میکنم. گفتم داری جدی این حرفو میزنی؟ قدم برداشت سمتم و گفت آره جدیم. این همه رو اومدی ایران که منو بازخواست کنی؟ اونم بعد از حرفایی که خانواده‌ات بهم زدن. صدام بلند شد و گفتم من حق دارم بدونم. حق دارم بفهمم کجا بودی، با کی بودی. اونم داد زد که ازم فاصله بگیر. گفت نمیخواد کسی بهش بگه چطور زندگی کنه و نمیخواد هیچ کس ازش سوال بپرسه. منم داد زدم از عصبانیت و گیجی. هرچی توی دلم بود و ریختم بیرون. گفتم تو منو له کردی. حتی یه ثانیه هم فکر نکردی که این کارات چه بلایی سر من میاره. یه لحظه رسید به نقطه‌ای که دیگه حرفی نموند و درست اونجا بود که آنیسا دستشو بلند کرد و زد توی گوشم. اونقدر که صداش توی سرم پیچید و چند ثانیه همه چیز تار شد. شوکه شدم. چیزی نگفتم. فقط نگاش کردم. یه نگاه خالی. اونم نفسای سنگین میکشید و دستش هنوز میلرزید. برگشتم و بدون اینکه حتی خداحافظی کنم وسایلمو برداشتم و فرداش با اولین پرواز برگشتم انگلیس. توی هواپیما فقط پنجره رو نگاه می‌کردم و هیچ فکری نداشتم. هیچ نقشه‌ای برای آینده نداشتم. باورم نمیشد با منی که این همه خودمو به در و دیوار زدم همچین رفتاری کرده باشه.
وقتی برگشتم انگار همه چی برام پوچ و بی‌معنی بود. چند روز اولو اصلا نفهمیدم چطور شب میشه. فقط میرفتم اتاقم و میومدم بیرون و به کارم میرسیدم. ساعتها زل میزدم به صفحه خاموش گوشی و بعدش میرفتم توی جام. انگار دنیا بدون من داشت جلو میرفت. مامان از همون روز اول که برگشتم فهمید که اتفاقی افتاده. ولی خب نمیدونست چی شده و منم بهش نگفتم. وقتی چند روز گذشت اومد نشست کنارم، با صدای خسته و آروم گفت از قیافت معلومه یه چیزی بین تو و آنیسا اتفاق افتاده. جوابشو ندادم که باز گفت بهتره یه فکری به حال آیندت بکنی. بعد ادامه داد که دخترعموها چند تاشون تحصیل کردن، خانواده دارن، چش و گوش بسته بزرگ شدن. لازم زندگی تو از این سردرگمی در بیاری. آنیسا همونجا توی ایران نشون داد چجور آدمیه و بهتر خودتو ازش جدا کنی، یه زندگی مطمئن بسازی. نگاهشو جواب ندادم. حوصله نداشتم حرفشو بشنوم. گفتم مامان من الان نمیخوام درباره هیچ کس حرف بزنم. نمیخوام کسی رو ببینم. نه دخترمو، نه دختر خاله، نه کسی دیگه. فقط بذار توی خودم باشم. مامان اخماش رفت توی هم. گفت این حرفا چیه؟ گفتم مامان لطفاً بس کن. بعدم از سر میز بلند شدم و رفتم توی اتاق. همونطور که روزا گذشت کم کم خودمو انداختم توی کار، بیشتر از قبل. از صبح تا شب هرچی بیشتر خودمو خسته میکردم، کمتر به اون لحظه‌ای فکر میکردم که آنیسا زد توی گوشم. کمتر به اون تصویری فکر میکردم که توی خیابون با یه پسر دیده بودمش. کمتر به اون شبی که دیدم دیگه نمیشناختمش فکر میکردم. حدود 1.5 ماه گذشت. تازه داشتم میشستم پای میز شام که گوشی بابا زنگ خورد. تماسو که جواب داد و بعد قطع کرد به من نگاه کرد و گفت خبر آوردن آنیسا قراره ازدواج کنه. تمام وجودم یخ بست. انگار یه سطل آب سرد ریخته باشن رو سرم. قلبم بی محابا میزد و بغضم گرفته بود. اما اینا همه از داخل بودن. از بیرون من ساکت بودم، آروم بودم، بدون هیچ واکنشی. فقط یه لحظه پلک زدم که مامان زمزمه کرد خب خدا رو شکر. هیچی نگفتم، فقط غذا رو هل دادم جلو و گفتم سیرم. شب بود و زل زده بودم به سقف. توی ذهنم آنیسا رو تصور میکردم که سر سفره عقد نشسته. انگار یه پرونده قدیمی بالاخره بسته شده بود. برای همین وقتی مامان گفت که اگه خواستیم میتونیم بریم ایران برای مراسم، گفتم نه. حتی نمیخواستم یه بار دیگه ببینمش. اون حرفاشو زده بود. با این مراسمم نشون داد تصمیمشو گرفته. اما ماجرا فقط به اینجا ختم نشد. 1-2 ماه بعد از این ماجرا که همه چی کم کم داشت برمیگشت سر روال، یه روز عصر نزدیکای غروب گوشیم زنگ خورد. شماره ایرانی بود، مال زنمو حنا. اول خواستم جواب ندم ولی دلم نیومد. تا خواستم سلام بدم دیدم داره گریه میکنه. نگران گفتم چی شده زنمو؟ با حقیق گفت تو رو خدا برگرد نیما جان، تو رو خدا به دادمون برس. نمیفهمی چی شده. آنیسا حالش بده، اشتباه کردیم، تو یه کاری بکن. بقیه که براشون مهم نیست که برادرزادشون داره از بین میره، میگن کاری که خودش کرده. خشکم زد. گفتم چی شده؟ آروم حرف بزن ببینم چی شده. حنا گفت شوهر آنیسا بدبختمون کرده. مواد فروش شکاکه. از وقتی رفتن زیر سقف دخترمو حبس کرده، نمیذاره جایی بره. هر روز دعوا، هر روز داد، هر روز بیداد، هر روز کتک. نمیذاره حتی گوشی دستش بگیره، نمیذاره با من حرف بزنه. چند بار همسایه‌ها برگشتن زنگ زدن گفتن صدای جیغ و دادش میاد. حتی نمیذاره کسی نزدیک خونشون بشه. دخترم داره جلوی چشم آب میشه. بعدش هم گفت نیما به خدا اشتباه کردم، به خدا اگه میدونستم چیکار میکنه آنیسا سمتش نمیفرستادم. تو رو خدا به خاطر اون روزایی که با هم خوب بودین برگرد. آنیسا هیچ کسو نداره، تو تنها کسی هستی که شاید بهش گوش بده. دستام یخ زده بود، صدام توی گلوم گیر کرده بود. گفتم یه دقیقه وایسین، صبر کنین، بذارین فکر کنم. اما نه اون صبر داشتم من. صدای گریه‌اش آروم نشد که ناچار شدم بگم باشه میام. شما اینقدر گریه نکنین، خودم میام درستش میکنم. وقتی تماس قطع شد گوشی هنوز توی دستم بود و دستم میلرزید. پا شدم رفتم پایین که دیدم مامان توی آشپزخونه است. همین که چشش به من افتاد گفت چی شده رنگت پریده؟ بدون هیچ مقدمه‌ای گفتم مامان باید برگردم ایران همین امشب. مامان قاشق از دستش افتاد توی سینک. با تعجب گفت چی؟ برای چی؟ دوباره چی شده؟ نشست پشت میز و دستشو گره کرد. گفتم آنیسا حالش بد شده، شوهرش موادیه،
میزنتش. به سختی جلوی خودمو گرفتم که صدام نلرزه. گفتم من باید برم نجاتش بدم. مامان چشاشو ریز کرد، گفت دیوونه شدی؟ اون دختر تحقیرت کرد. اون همه دوستش داشتی. اون همه لیلی به لالاش گذاشتی. اون همه سال حواست بهش بود. نکرد منتظر بمونه. تو رو گذاشت و رفت با یکی دیگه. میفهمی؟ الانم مشکل خودشونه، به تو چه؟ کلافه گفتم مامان الان وقت این حرفا نیست. آنیسا دختری که دوستش دارم داره آسیب میبینه. تنهاست. گناه که نکرده. یه انتخاب اشتباه بوده. هممون اشتباه میکنیم. مامان بلند شد، رفت طرف کابینت. بعد سری برگشت. عصبانی شده بود و میخواست با کار کردن عصبانیتشو کم کنه. گفت نیما من نمیذارم دوباره بری تو این داستان. تازه داشت حالت خوب میشد. حالا چرا باید تو رو بکشم وسط مشکلشون؟ گفتم چون کسی دیگه ای رو ندارن. اگه من به دادش نرسم ممکنه تو آخر عمرش همینطوری بدبختی بکشه. مامان داد زد و گفت تو چرا فکر میکنی دنیا بدون تو نمیچرخه؟ منم صدامو بالا بردم و گفتم دنیا بدون من میچرخه، ولی این دفعه فرق داره. مامان بغضش ترکید و گفت خیلی ساده ای. میدونی چند بار پشت سرت گریه کردم وقتی رفتی ایران تا وقتی که برگشتی؟ آروم گفتم نمیتونم ولش کنم. همین. مامان نشست و دستشو گذاشت روی پیشونیش و گفت نیما خواهش میکنم، تمنا میکنم نرو، بذار خودشون مشکلشون رو حل کنن. گفتم به خدا نمیتونم بشینم و همچین کاری کنم. مامان خیره شد بهم، چشاش سرخ شده بود. گفت اگه رفتی دیگه اسم منو نیار. و از آشپزخونه رفت بیرون. نمیخواستم بیشتر از این بحث کنم. میدونستم هیچ توضیح قانعش نمیکنه. منم حوصله بحثای طولانی نداشتم. پس همون شب بلیت گرفتم بدون اینکه حتی به پدرم بگم. رفتم. وقتی رسیدم ایران هوا خاکستری بود. مستقیم رفتم خونه زنمو. همین که در باز کرد و چشش به من افتاد دستش لرزید. همونجا جلوی در زد زیر گریه. گفت خدا خیرت بده. فکر نمی کردم بیای. گفتم برای همین اومدم. تعارف کرد و گفت بیا تو. روی مبلای وسط حال نشستیم. با صورتی که از گریه ورم کرده بود گفت هر روز دارم زجر کشیدن دخترم رو میبینم. کسی رو ندارم کمکم کنه. خانواده اون پسرم که از خودش بی وجود ترن. حتی تهدیدم کردن، گفتن اگه دخالت کنی میدیم سر جات بنشوننت. پرسیدم اول بگو الان کجاست؟ دلنگرون گفت خونه است، ولی شوهرش ابوالفضل نمیذاره درو باز کنه. تو این 2 هفته فقط یه بار تونستم ببینمش. گفتم باید از خونه بیاریش بیرون، یه جوری شب یا وقتی پسر نیست. زنم هانا که ترسیده بود و دستش میلرزید گفت اگه ابوالفضل بفهمه قیامت به پا میکنه. وقتی رفتم دیدنش خودش رو جمع کرده بود یه گوشه و زار زار گریه میکرد. انگار دیگه آنیسای من نبود. یکم فکر کردم و بعد گفتم یه نفر هست که شاید بتونه بهش نزدیک بشه. زهرا دختر خالش. هانا سری سر تکون داد و گفت زهرا همیشه براش مثل خواهر بوده. اگه کسی بتونه باهاش حرف بزنه اون زهراست. سری بلند شدم و گفتم پس من میرم پیش زهرا. زنم اون که چیزی نگفت من راهی خونه زهرا شدم. وقتی درو باز کرد و فهمید منم اولش تعجب کرد. بعد خیلی سری گفت اومدی پی آنیسا؟ لبخند کمرنگی زدم و گفتم آره باید کمکش کنم. زهرا گفت خیلی وقتی ازش خبر ندارم نیما. از وقتی ازدواج کرده خودشم دیگه با من حرف نمیزنه. فقط میدونم آنیسا آدمی نبود که بذاره یکی این بلا رو سرش بیاره. اما حالا نمیدونم تو چه شرایطیه که اینجوری شده. گفتم هرچی هست باید از خونه بیاریش بیرون. تو هم تنها کسی هستی که ممکنه در رو روش باز کنه. زهرا گفت برای چی برگشتی؟ آخرین بار که ایران بودی آنیسا میگفت دیگه اصلا نمیخواد ببینتت. مکس کردم و گفتم دلیلش مهم نیست. زهرا نگام کرد. آخر سر گفت باشه من میرم. اگه تونستم باهاش حرف میزنم، اما اینو بدون نیما. آنیسا الان خیلی ترسو شده. شاید اصلا نیادم در. گفتم فقط برو بهش بگو دارم کمکش میکنم. زهرا اوکی و داد و 2 نفری با همراهی خونی آنیسا و ابوالفضل شدیم. زهرا رفت سمت خونه‌شو. من پشت فرمون ماشین شوهر زهرا نشستم و زل زدم به کوچه تاریک جلو روم. کاری جز صبر از دستم بر نمی اومد و همین صبر از هر کاری سخت‌تر بود. تا زهرا برگشت از دور مشخص بود یه چیزی توی صورتش عوض شده. رو سریش کج شده بود. همین که رسید جلوی من دستشو گذاشت روی قلبشو گفت وایسا یه نفس بگیرم.
یکم که گذشت گفتم چی شده، دیدیش؟ حرف زدی باش؟ گفت آره دیدمش. صورتش رنگ به رو نداشت. زنگ زدم، اول باز نکرد. گفت برو زهرا الان وقتش نیست. منم ول نکردم و گفتم فقط 1 دقیقه و بالاخره درو باز کرد. تا گفتم نیما برگشته خشکش زد. ماجرا رو که براش تعریف کردم حسابی ترسید و گفت اگه ابوالفضل بفهمه دمار از روزگارمون در میاره. چشام بسته شد. چند ثانیه هیچی نگفتم. بعد گفتم خب آخرش چی؟ قبول کرد؟ زهرا گفت بعد از کلی حرف زدن، گریه، اصرار، آخر سر گفت باشه ولی نه همین امشب. گفت اگه یهو بیاد بیرون ابوالفضل میفهمه. برای همینم گفت فردا الکی میگه که حالش بده و هر وقتی رفتن دکتر میتونیم اونجا یه فرصتی چیزی پیدا کنیم و از اونجا دورش کنیم. گفتم مهم نیست، همینو میخواستم. زهرا که حسابی نگران شده بود گفت فردا بیمارستان شلوغ میشه، شاید بشه واقعا از اونجا دورش کرد، ولی واقعا سخته، میدونم دردسر میشه. گفتم اصلا برام مهم نیست و برگشتم خونه. تا صبح یه لحظه چشمو روی هم نذاشتم. هر دقیقه 1000 مدل فکر و خیال میکردم. صبح زود رفتم بیمارستان. توی یکی از راهروهای خلوت‌تر نشستم، جایی که دید کامل به ورودی اورژانس داشتم. دستام یخ زده بود و تمام مدت داشتم نفسامو تنظیم میکردم. حدود 1-2 ساعت گذشت تا بالاخره دیدم آنیسا و ابوالفضل وارد شدن. آنیسا آروم راه میرفت و سرش پایین بود. رفتم عقب‌تر که یه وقت منو نبینه و شر نشه. وقتی دیدم نشستن روی صندلی‌های انتظار خیالم راحت شد. بعد از چند دقیقه یه پرستار صداشون زد و گفت باید چند دقیقه صبر کنن و واقعا هم خیلی طول کشید. تمام مدت دعا می‌کردم یه معجزه بشه و ابوالفضل از کنار آنیسا بلند شه و بالاخره هم اتفاق افتاد. گفت میرم آب بخورم و همون لحظه بود که بلند شدم و رفتم سمت آنیسا. آروم گفتم باید بریم همین الان. دستشو گرفتم، دستش سرد بود، انگار هیچی توش جریان نداشت. گفت نه نیما اینجا نه، وایسا، ممکنه ما رو ببینه. گفتم به حرفم گوش کن، بلند شو. بعدش بلندش کردم، با هم راه افتادیم سمت خروجی. کل وجودش میلرزید. چند لحظه بعد از بیمارستان خارج شده بودیم. مستقیم بردمش سمت ماشین زهرا و سوار شدیم. نگران گفتم سرتو بیار پایین. سر برگردوندم سمت در ورودی بیمارستان که دیدم ابوالفضل برگشته توی حیاط. داشت دور و برش رو نگاه میکرد. معطل نکردم و سری حرکت کردم. تا کیلومترها جلوتر چیزی نگفتیم. دستای آنیسا به وضوح میلرزید. مسیر رو تغییر دادم و رفتم سمت یه خیابون خلوت‌تر. از قبل با صاحب یه واحد کوچیک اجاره‌ای هماهنگ کرده بودم. وقتی رسیدیم پیاده شدیم و کلیدو گرفتم و بردمش داخل سویت. آنیسا وسط اتاق وایساد و پشت سر هم نفس میکشید و اشک میریخت. همچنان میترسید. حالشو که دیدم فهمیدم یکم دیگه ممکنه از هوش بره. گفتم بشین. تا نشست براش آبقند درست کردم و آوردم. سکوت بینمون عذاب آور بود. دستاشو گذاشت روی صورتش. لرزشش بیشتر شده بود. آروم گفتم تموم شد دیگه، اونجا نیستی، من اینجام، نمیذارم بیاد سمتت. سرشو بلند نکرد، فقط گفت میترسم. صدایی که ازش خارج میشد صدای همون آنیسای قدیم نبود. گلومو صاف کردم و گفتم میدونم حق داری، ولی اینجا امنه، قول میدم اتفاقی برات نمیافته. بالاخره بعد از چند دقیقه سرشو بلند کرد که دیدم چشاش پر از اشکه. گفت نیما من از هیچ چیز نمی ترسیدم، اما الان از آیه خودمم می ترسم. دلداریش دادم و با لبخند گفتم اشکالی نداره، لازم نیست قوی باشی و حتی لازم نیست نقش بازی کنی، فقط بذار من حواسم به ماجرا باشه. یه لحظه مکث کرد و بعد آروم سری تکون داد. گفتم اینجا میمونی تا خودم کارایی لازم رو انجام بدم. تو نیاز نیست نگران چیزی باشی. چند روزی گذشت. چون خودم نمیتونستم کنارش بمونم رفتم خونه عمو کوچیکم و از زنم و حنا خواستم بیاد بهش یواشکی سر بزنه تو آرومش کنه. خیلی هم تاکید میکردم که حواسش باشه ابوالفضل دنبالش نکنه، چون مطمئن بودم بزنم و خیلی مشکوکه. تقریبا 3-4 روزی گذشت و من بیشتر درگیر پیدا کردن یه وکیل درست و حسابی برای آنیسا بودم. اما هم هی آدم معرفی میکرد یا میگفت باید چه مدارکی به دادگاه ارائه بدیم تا بتونیم راحت‌تر و سریع‌تر پرونده رو ببندیم. زهرا هم هی در مورد ابوالفضل بهم میگفت و مین بهش که ابوالفضل
شهر رو ریخته به هم و داره از این ور اون ور میپرسه که شما رو ندیدن یا نه. همه رو هم توی محله داره تهدید میکنه. میگه اگه میدونن آنیسا کجاست بگن. دیگه همون روزا بود که بلند شدم رفتم دنبال آنیسا تا ببرمش برای ثبت شکایت. بهش گفتم باید برای جدایی یه شکایت رسمی ثبت کنیم. آنیسا که دلش حسابی لرزیده بود اولش ساکت به زمین خیره شد و بعدش هم گفت باشه. تا آماده بشیم و از سویت بزنیم بیرون 1000 بار اطرافو چک کردم. وقتی رسیدیم به دادسرا سالن شلوغ بود. آنیسا وقتی نشست دستشو انداخت توی جیب مانتوش، محکم مشت کرد. گفتم لازم نیست چیزی بگی، فقط امضا کن. من حرف میزنم. سری تکون داد. وقتی پرونده رو ثبت کردیم کارمند گفت باید منتظر بمونیم تا بره توی روند بررسی. از این لحظه هم اگه شوهر شکایتی کنه یا سراغش بیاد موضوع مستقیم میره سمت کلانتری. آنیسا موقع شنیدن حرفا یخ زد. از ساختمون که زدیم بیرون هوا گرم بود. تا چند روزی همه چی آروم بود، اما شب وقتی گوشیمو گذاشتم روی میز پیام اومد که زهرا نوشته بود خبر درخواست جدایی رسیده به ابوالفضل، زده به سیم آخر. اون لحظه آنیسا پیشم بود. وقتی متن رو دید رنگش پرید. به سختی تونستم آرومش کنم. روز بعد حوالی عصر بود که دوباره رفتم دنبال آنیسا تا بریم رو در رو با وکیل حرف بزنیم، اما از شانس گندم ابوالفضل که فهمیده بود من یه مدتی میشه برگشتم ایران از خونه عمو تا سویت دنبالم کرد. 2 دقیقه بعد زنگ درو زد. از چشمی نگاه کردم. دیدم خود ابوالفضله. قبل از اینکه دوباره زنگ بزنه گفتم بذار با این ماجرا روبرو بشم. درو باز کردم، تو چشاش نگاه کردم. ایستاد روبروم و گفت بهش بگو بیاد. صدای گرفته‌اش، چشای سرخش نشون میداد چند شب یه نخوابیده. رک و پوست کنده گفتم آنیسا جایی نمیاد. حالت عصبی رو به خودش گرفت و گفتم صداش کن. من حوصله بحث با تو یکی رو ندارم. بیخیال گفتم قرار نیست آنیسا برگرده پیشت. مطمئناً تو الان درخواستش رسیده دستت. خنده عصبی کرد و گفت اون وقت تو کی هستی که تصمیم بگیری؟ ها، زندگی منه، اونم زنمه. اخم کردم و گفتم اگه هست باید بهش احترام میذاشتی. یه دفعه یقمو گرفت، گفت مثل این که تو نمیدونی من کیم. گفتم فکر میکنی خیلی برام مهمه؟ یهویی عصبانی شد و درگیری شروع شد. توی همین شلوغی‌ها یکی از همسایه‌ها زنگ زد پلیس. تا پلیس رسید ما رو از هم جدا کردن. آنیسا پشت مامورا ایستاده بود و میلرزید. ابوالفضل هم هنوز داشت بد و بیرا میگفت. مأمور گفت هر دو باید بیایید کلانتری. ما هم سوار ماشین شدیم و رفتیم که حسابی سوال جوابمون کردن و با یه تعهد آزاد شدیم. چند ماهی گذشت و من جای آنیسا رو عوض کردم. کلی خرج افتاده بود رو دستم و مطمئن بودم این بار واقعا بعد از این همه مدت وقفه از کارم اخراج شدم، ولی انقدر درگیر کارهای آنیسا بودم که کار و زندگی خودم تو انگلیس یادم رفت. از اون روزی که پلیس ما رو از هم جدا کرد تا شبی که شنیدم حکم نهایی جداییشون صادر شده انگار هیچ کدوممون واقعا نفس نکشیده بودیم. خیلی بهمون سخت گذشت. ابوالفضل زده بود آنیسا ترک خونه زده. جدا از اون حتی ناچار شدیم مهریه رو هم ببخشیم تا زودتر از شر ابوالفضل و زندگی گندی که واسه آنیسا درست کرده بود راحت بشیم. اون روزا ابوالفضل هر روز می اومد دم در خونه عمو اینا، مادر آنیسا، و آبروریزی را مینداخت. اما خیلی از دستم شاکی بود. میگفت من این بلبشو رو راه انداختم که واقعا حق داشت. ما کم خانواده‌ای نبودیم که به خاطر یه بی سر و پا مثل ابوالفضل گند زده بشه به آبروی نسل در نسل خانوادگیمون. بابای نامس هستم ناراحت بودن. البته خودم خجالت میکشیدم جواب بابا رو بدم. گهگداری فقط جواب مامانمو میدادم. چند باری به خاطر کارای ابوالفضل ازش شکایت کردم، زنگ زدم به پلیس، ولی آدم نشد که نشد. آخر سر تصمیم گرفتم یه کار دیگه ای بکنم. بند و بساط مواد فروشیشو به دادگاه لو دادم. اونجا بود که ورق برگشت. هر چقدر خودشو به در و دیوار زد که بگه پاپوشه و اینا، واقعی نیست. نتونست که نتونست. دمش گرم عموم یه وکیل درست و حسابی گرفت که تونست همه این گندکاری ها رو جمع کنه و تو کمترین زمان آنیسا رو از ابوالفضل جدا کنه. به خاطر حکمی که برای ابوالفضل زده بودن رفت هلفدونی. حسابی به حسابش رسیده بودن و جوری که دیگه جرئت نکرد پارو دم آنیسا و زنمو حنا بذاره. دیگه آخرش هم آنیسا برگشت خونه مادرش. یادم رفت بهتون بگم که ابوالفضل همون پسری بود که من اونو با آنیسا دیده بودم. ظاهرش خیلی خوب بود اما باطن خیلی بدی داشت.
و اینو آنیسا بعد از ازدواج فهمیده بود. همه چی آروم بود و فقط بحث اصلی این بود که من قراری چیکار کنم، بمونم یا برگردم. یه مدت بعد رفتم در خونه مادر آنیسا. ازش خواستم که با هم بیاد انگلیس تا یکم حال و هواش عوض بشه. اولش خیلی رک و پوست کنده گفت نمیام، ولی بعد بالاخره تونستم راضیش کنم که ببرمش. ولی این موضوع مشکلات خاص خودشو داشت. اولش آنیسا رو با ویزای توریستی بردم تا در حد 6 ماهی کنارمون بمونه و بعدشم با بابا تصمیم بگیریم چطور میتونیم براش اقامت بگیریم. با همه بالا و پایینایی که گرفتن ویزای توریستی داشت، ما 1 ماه بعد توی فرودگاه لندن بودیم. از لحظه‌ای که پا گذاشت توی سالن معلوم بود که چقدر همه چی براش غریب است. وقتی رسیدیم خونه، مامان و بابا همونطور که انتظار داشتم سرد برخورد کردن. بابا فقط گفت سلام، مامانم گفت بیا تو و بعد هیچی. همین، نه لبخندی نه احوال پرسی. آنیسا هم فقط سر تکون داد و نشست. شب که رفتیم طبقه بالا، مامانم اومد توی اتاق و گفت نیما مطمئنی این دختر به درد اینجا میخوره؟ مطمئنی آدم این زندگیه؟ گفتم مامان این حرفو نزن، این همه سختی کشیده، حداقل تو یکم کمکش کن، چند روزی فقط زمان بده. همین. کم کم همه چیز تغییر کرد. رفتار مامان و بابا به مرور با آنیسا بهتر شد، مخصوصا وقتی تونستم یه کار جدید توی یه شرکت جدید پیدا کنم و دست به کار بشم. باید بگم که من آدم بی دست و پایی نبودم، توی کارم خبره بودم و هر جا که میرفتم به راحتی بهم کار میدادن. اما خب اون سابقه‌ای که داشتم و نرفته بودم سر کار یه خورده برام درد سرساز شد. اما با وساطت پدر و دوستاش تونستم یه جای بهتر مشغول بشم. تو سرم فکر ازدواج با آنیسا رو داشتم، اما نمیخواستم به همین زودیا بیانش کنم، چون نه اون با وضع جدیدش کنار اومده بود، نه من یادم رفته بود چه روزایی رو از سر گذروندیم. آنیسا حدود 5-6 ماهی خونه ما موند و بعدش وقتی که داشت مدت ویزاش تموم میشد، بالاخره به خودم جرأت دادم و ازش درخواست ازدواج کردم. اونم قبول کرد و ما با هم وصلت کردیم و دیگه آنیسا اونجا موند. بعد از همه بدبختیایی که من و آنیسا کشیدیم، دیگه کسی نبود که راجع به وارث نبودن آنیسا تو روی من حرف بزنه. چه عمه‌هام چه عموها میدونستن این دفعه خودم کامل حمایتش میکنم و براش هر کاری انجام میدم. واقعا هم کردم و هرچی حقش بود و از خانواده پدرم برای آنیسا و مادرش گرفتم. از مامان بابا جدا شدیم و رفتیم سر خونه زندگی خودمون و اونجا بود که فهمیدم این داستان با همه بالا و پاییناش بالاخره به جایی رسید که باید. خب دوستان عزیزم، مرسی از این که با من همراه بودید و این داستانو گوش دادید. لایک و نظر یادتون نره. دوستتون دارم.